سلام و درود خدمت همه همراهان کانال SMP. امیدوارم که تا به الان حالتون خوب بوده باشه. آقا روی صحبتم با شما معترضیه که میای تو خیابون و به اموال عمومی آسیب میرسونی. برادر من اعتراض داری اعتراضتو بکن، ما نمیگیم اعتراض نکن. اعتراض به گرونیه، به معیشت، به هر چی که هست، اصلا کاری نداریم به این حرفا. اموال عمومی رو چرا آسیب میرسونی؟ چرا نردهای تو خیابون رو میکنی؟ چرا علامت‌های راهنمای رانندگی رو از تو جاش در میاری میندازی وسط خیابون؟ تمام این اموالی که داری بهش آسیب میزنی همه‌شو تاوانشو باید خودمون بدیم، از جیب خودمون بس بره. هر اعتراضی دارید آقا به صورت مسالمت آمیز میای تو خیابون انجام میدی. به اموال عمومی چرا آسیب میرسونی؟ ایستگاه‌های اتوبوس، بمب بنزین، سد زباله‌های شهرداری، نرده‌های تو خیابون برای عابر پیاده. آقا اموال عمومی رو آسیب نرسونید. هیجانی چرا میشید؟ شما اعتراض داری اعتراض تو به جا بیا انجام بده، ولی به اموال عمومی آسیب نرسون. چون اموال عمومی وقتی شما آسیب بهش میرسونی از جیب خودمون میره اول آخر. یه سری افراد هستن دارن بین شماها از این اعتراض سوء استفاده میکنن، شاید به خود شما هم آسیب برسونن، آسیب جسمی بهتون برسونن، آسیب فیزیکی بهتون برسونن. حواستون باشه. اگر اعتراضی دارید به هر دلیلی، اصلا به هر دلیلی اعتراضی دارید، چه گرونیه، چه تورمه، چه وضعیت معیشتیه، چه دلاره، چه طلاه، هر اعتراضی که دارید به صورت مسالمت آمیز بیاید عنوان کنید. شما اگر اعتراض مسالمت آمیز انجام بدید هیچ کسی جلوتون وای نمیسته. ولی یه عده هستید میایید بیرون هیجانی عمل میکنید، به اموال عمومی آسیب میرسونید، دودش آخر تو چشم تک تک همه ماها میره و بعد از جیبمون هزینه کنیم. خواهشاً اینجور مسائل رو حتما حواستون باشه، نذارید سوء استفاده بشه. بارها و بارها ویدیو گرفتم گفتم نذارید ازتون سوء استفاده کنن. جوانای ما 17 18 ساله‌ها 20 ساله‌ها هیجانی ان، واقعا نمیدونن الان تو چه ورطه‌ای افتادن. خیلی حواستون باشه. اعتراضمون بجاست برای وضعیت معیشتی و گرونی، حتما هم بهش رسیدگی میشه. من مطمئنم بهش رسیدگی میشه. منتها نذارید که به اموال عمومی آسیب برسه، چون اموال عمومی اول و آخر بیت المال مال همه ما مردمه. کانال رو سابسکرایب کنید، لایک کنید، ویدیوها رو حمایت کنید، بذارید کانال رشد کنه. تک تکتون قلب منید. خدا نگهدار.